فکر کن یه متن ساده تایپ کنی، بعد هوش مصنوعی بهت ویدیو تحویل بده، چقدر خفن میشه. الان اولین کاری که ما باید بکنیم اینه که ببینیم که چجوری میتونیم وارد سایتش بشیم. شما وقتی وارد سایت رانوی میشی یه دونه گت استارتد داره این بغل، وقتی این رو بزنی میتونی از طریق جیمیلت یا از ایمیلی که داری یا از طریق اپل آیدیت واردش بشی. حالا من جیمیلمو زدم، برای همین خودش مستقیم رفت وارد سایت شد. شما میتونید هر جیمیلی که میخواید رو بزنید و راحت وارد سایت بشید. بعد با هر جیمیل بهتون ماهانه 125 تا کردیت میده و شما اگه تو ماه بیشتر از 125 تا استفاده کردید میتونید از راههای دیگه استفاده کنید. مثلا چه میدونم جیمیل های دیگه بزنید، سایت هایی هستن که آخر ویدیو هم بهتون میگم، میتونید از این تو جیمیل بردارید و توی سایت بزنید و ازش استفاده کنید. خب همونطوری که صفحه اول رو میبینید یه دونه جنراتیو سیزن داریم، یه دونه جنریت آدیو داریم، یه دونه هم تکست تو ایمیج داریم، یه دونه هم ریموو بک‌گراند. شما اگه این پایین آل تولز رو بزنید همه ابزارها رو بهتون نشون میده و میتونید هر چیزی که میخواید رو تست و امتحان کنید. برای مثال من میذارم روی جنراتیو سیزن. اینجا یه دونه قسمت داره که میتونی مشخص کنی که ابعاد تصویر چجوری باشه. یه بخش توربو داره، جن 3 داره، جن 2 داره. اون ابزارها گوشه سمت چپ هم هستش، مثلا همین تکست، اینکه بهش متن بدی و اون بحث موشن ترکینگ و این داستانا، بعد موشن براشش، عکس به ویدیوش و اینم که ابعادها رو بهشون براتون مشخص میکنه. این توی جن توشه. توی جن 3 این پایین بود و یه سری چیزا داشت، جن توش متفاوته باش. برای مثال ما میخوام یه دونه تکست بدیم بهش و بهمون ویدیو تحویل بده. اول بریم یه تکست تو ویدیو امتحان کنیم ببینیم چی بهمون تحویل میده. مثلا من اینجا بنویسم که یه خرس قهوه‌ای داخل یه دونه جنگل، ببینیم چی بهمون تحویل میده. میذاریم که جنریت بشه. خب تا این جنریت بشه اینجا میدونه، اینم بهتون توضیح بدم که اینجا یه دونه قسمت لامپ مانند داره که بزنی روش یه سری پرامپت مربوط به این و یه سری کمک ها خودش بهت میکنه. یعنی مثلا به یه پرامپت خیلی کاملتر و دقیق‌تر بهت اینجا داد که میتونی اینو بزنی و از این ایده بگیری برای اینکه ویدیو تو بخوای تحویل بگیری. حالا بذار ببینیم اول این چی بهمون میده، بعد اینم امتحان میکنیم ببینیم چیزی که خودش بهمون داده چی میگه. خب ویدیویی که با پرامپت خودمون بهمون تحویل داد، یعنی یه پرامپت ساده نوشتیم دیگه، نوشتیم یه خرس توی جنگل، چیز خاصی ننوشتیم. اینه یه خرس قهوه‌ای خیلی خوشگلی هم بهمون داد که توی جنگل و 4 ثانیه هم تحویل داده. حالا بذار پرامپت خودشو بدیم ببینیم چی تحویل میده. این چیزیه که خودش تحویل داده، متاسفانه گند زد تو ویدیو تحویل داده. خیلی خرسه رو، چیز خیلی تمیز و خوشگلیه ولی خرسه رو خیلی خراب نشون داد. به نظرم یکی دیگه بگیم تحویل بده بهمون. یه جنریت دیگه بزنیم ببینیم این سری چی بهمون تحویل میده. خب این سری یه مدل دیگه بهمون تحویل داد و خیلی خفن تر از اون چیزی بود که فکرشو میکردم و از دوتای قبلی واقعا بهتره و خیلی قشنگ‌تره. حالا ما برای مثال اینو مثلا دانلود میکنیم که داشته باشیم، میخوایم توی ویدیو هم استفادهش کنیم. اینو یه گوشه میذاریم تا ببینیم چی میشه. میریم سراغ بعد اینطوری که بهش عکس بدی و ویدیو تحویل بگیری. حالا برای مثال من میرم یه عکس پیدا کنم. خب حالا این سری میخوام بهش یه دونه عکس بدیم و بگیم که اینو برای ما به ویدیو تبدیل کن، ببینیم چی بهمون تحویل میده. برای اولین بار اصلا نمیخوام چیزی بنویسم، من فقط جنریتو بزنم ببینم چی بهمون تحویل میده. خب برامون درست کرد و میبینیم که بدون اینکه متنی بهش بدیم و هیچ چیز خاص دیگه‌ای و عکس اونو به ویدیو تبدیل کرد و چقدر تمیز درست کرد برامون اینو. حالا این سری میخوام یه متنی بهش بدم. اینجا میخوام بهش بگم که این دختر در حال آشپزی کردنه و این کل این مکان و این منطقه میخواد آتیش بگیره. ببینیم که بهمون چیز تحویل میده، چیز درست بهمون میگه. خب من اینو گفتم ولی همونو بهم تحویل داد. حالا یه مقدار تمیزتر شد یا مثلا مدل‌های مختلف، اما آتیش نگرفت کل منطقه و مکانی که بهش گفتیم. اما رو همون متن خودم روی دوباره علامت لامپه زدم، یه پرامپت جدید دیگه خودش بهم داد. حالا میخوام اینو امتحان کنیم ببینیم اگه اینو بزنیم اون چیزی که میخوایم رو بهمون تحویل میده یا نمیده. خب من زدم پرامپت خودشو ولی متاسفانه اصلا یه چیز دیگه بهمون تحویل داد. اصلا نیا کنید ویدیو رو و واقعا یه حرفی برای گفتن ندارم، اینجا گند زد. بخش بعدی بخش کامera کنترلشه. اینجا شما میتونید بگید که آقا این عکس مثلا میخوام به ویدیو تبدیل بشه، اما خب مثلا یه ذره بیاد به سمت راست، یه پنی بخوره و تهش هم تیلت بخوره و به سمت راست دوباره متحرک بشه. مثلا به طور مثال ما اینطوری زدیم ببینیم چی جنریت میکنه برام. خب ما اینو دادیم و این ویدیو رو تحویل داد و یا موسی بن جعفر این چیه من تحویل داده و اینجا قشنگ کامل گند زد. البته یه بخش دیگه هم داره این قسمت به اسم فیکست سید.
اینجا اینطوریه که شما مثلا یه وقتی که شو بزنی یه کدی به تحویل میده که وقتی یه پرامپت مشخص میدی دیگه ویدیوی بعدی که میزنی جنریت بشه شبیه اون نباشه. خب بخش بعدی بخش حذف کردن بک‌گراند. اینجا اینطوریه که شما خودتو اینطوری سلکت میکنی و خیلی تمیز دان ماسکینگ رو میزنی و حالا فدرش و این داستان رو چیز میکنی. این همون فتوشاپ خودمونه و تمام. حالا اگه ویدیو باشه اینجا میتونه به من عکس آوردم. اگه ویدیو باشه شما میتونید اینجا تو تایملاین اگه یه جایشو خراب کرد کات بزنید، یه جایشو نتونستش درست کنید خودتون درست کنید. میتونید سالید ایجاد کنید، تکست ایجاد کنید و یه جورایی اینه. حالا پریمیر بگم که دیگه واقعا ظلم کردم در حق پریمیر. اینه کپکاتی، اینشاتی، چیزی، یه تایملاینی بهتون میده که بتونید ازش استفاده کنید. مثلا یه تکست ایجاد میکنیم، چه می‌نویسیم؟ محمد. فونت‌های مختلفی داره. فونت‌های خودتون هم میتونید توی ازش استفاده کنید. حداقل یه خوبی که داره مثلا چه میدونم یه فونتی میذاریم و الاینش میتونید بکنید، اسکیل و پوزیشن و این چیزا رو میتونید مشخص کنید و درست کنید. خلاصه به صورت به عنوان تایملاین و مثلا ادیت و کات ویدیو میتونید از این قسمت استفاده کنید و بعدم نیست میگم که متن میشه اضافه کرد، میتونید تمپلیت اضافه کنید، سالید اضافه کنید، ویدیوتون هم بندازید توش و اسست هم داره. البته بزنید اسست هم اسستایی که خودتون اضافه میکنید و اینم از این قسمت. خب این بخش کوچیکی از رانوی بود که به صورت رایگان میتونیم ازش استفاده کنیم. اما خب اگر بخواید خیلی حرفه‌ای‌تر و بهتر باهاش کار کنید باید اشتراکشو بخرید. من نمیدونم اگه اشتراکشو بخرید باز هم چیز خفن‌تری بهمون تحویل میده یا نه، این همین قراره بهمون تحویل بده. اما در کل همینا هم کار را بنداز بود، یعنی چیزایی بود که مثلا میشد توی یه سری جاها یه سری قسمت ازش استفاده کنم. من خودم توی ساخت ویدیوام یه سری جاها می‌خواستم مثلا کارتونی بکنم یا انیمه‌ای بکنم، تصویر رو از رانوی استفاده می‌کردم. و اینکه همین دیگه خودتون هم برید تست کنید، چند تا پرامپت بهش بدید، از چت جی پی تی کمک بگیرید برای پرامپت‌ها. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. ممنون میشم اگه کانالمو سابسکرایب کنید و همین. خیلی مخلصم.